مرگ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که عزرائیل علیه السلام برای گرفتن جان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می آید. پیغمبر می گوید کمی صبر کن، جبرائیل علیه السلام بیاید. جبرائیل علیه السلام می آید. پیغمبر می پرسد وعده بود که عمر من تا 90 سال می رسد، حالا 63 سال عمر من گذشته است. جبرائیل علیه السلام می گوید 27 سال عمر تو در شب معراج گذشته است. پیغمبر باز می پرسد بعد از سر من باز به زمین فرو خواهی آمد یا نه؟ جبرائیل علیه السلام می گوید بعد از سر تو هیچ وقت به زمین فرو نخواهم آمد مگر 10 بار، که 10 بار گوهری از دنیا خواهم برد. پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می پرسد کدام 10 گوهر خواهی برد؟ جبرائیل علیه السلام می گوید یا رسول الله، یکمین بار گوهری صبر که هیچ درویش را صبر نخواهد ماند. دومین بار گوهری شرم که هیچ کس را شرم و حیا نخواهد ماند. سیومین بار گوهری مهر که هیچ کس را مهر نخواهد ماند. چهارم بار گوهری عدل که پادشاهان را عدل و انصاف نخواهد ماند. پنجمین بار گوهری برکت که به چیز برکت نخواهد ماند. ششمین بار گوهری سخاوت که هیچ فقیران را هیچ کس دوست نخواهد داشت. هفتمین بار گوهری راستی که هیچ کس را راستی نخواهد ماند. هشتمین بار گوهری حلال که هیچ کس حلال و حرام را نخواهد شناخت. نهمین بار گوهری عمل که عالمان بر علم کار نخواهند کرد. دهمین بار گوهری برکت که قرآن کریم از دنیا خواهم برد، بعد از آن آثاری پدید خواهد شد. پس پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می گوید یا جبرائیل علیه السلام، حال امتان من چی می شود؟ جبرائیل علیه السلام می گوید فرمان حق تعالی آوردم که محمد را بگو که امتان خود را به من بسپارد تا به روز قیامت به او سپارم. پیغمبر همه ای یاران را دعوت نموده وصیت کرد که ای یاران، حلال را حلال دانید و حرام را حرام، و مال را زکات دهید و فقیران را محروم نگذارید.